وارد می شویم با یاد راحل و ذکر عظما به برنامه زباله احکام، البته با پای چپ. بله. بسم شیطان الرجیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما گرامیان خوبان بینندگان برنامه زباله احکام. بسیار بسیار از شما متشکریم که وقت میذارید برنامه رو همراهی میکنید و مخصوصا از کسانی که سوال مطرح کردن و برنامه رو کمک میکنن و باعث میشن چرخ زندگی ما هم بچرخه. هرچند مسائل خیلی دوزاری میپرسند ولی باز از وضعیت آقا سیدعلی که بهتره که خب او کسی به مسئله گویی هم قبولش نداره و سالاست که دنبال سوال و رساله داره. چی میزنه؟ بله، سگدو میزنه. ولی ما باز یه برنامه داریم که این برنامه هم البته با سوالای شما شکل میگیره، یعنی عمدتاً همون سوالای شماست که خونده میشود و در خدمت شما هستیم. چه کسانی که تماس تلفنی داشتن، اونایی که ایمیل فرستادن، اونایی که پیامک از طریق تلفن فرستادن که انبوهیش الان جلوی من هست. اولین پیامک رو من میخونم و برنامه رو آغاز میکنیم. بیننده‌ای با خط فینگلیش نوشتن که ما بسته بود امید به آشیخ فری و هسته و بسته و ولی هنوز نات کامینگ. عظما تهدید کرد و شیخ فری آی لاو عظما گفت و بله یک حرفایی هم از تبادلات دل و قلوه و اینجور چیزا بین عظما و فری نوشتن که خب اینا دیگه قابل خوندن نیست. بله خب از جای خصوصیش میگذاریم ولی اینو عرض میکنیم که یک قاعده کلی هم هست که میفرماید اقض ما فات کما فات، یعنی اون چه که فوت شده و از بین رفته، از دست رفته است، همون جوری قضا کنید. البته اینجا وضعیت الان طوریه که بعیده به قضا هم برسه و خوبه که شما یک آخوری برای آقا سیدعلی چال کنید که تا ایشون کما فوت نشدن، یعنی ریق رحمت یا همون جام زهر سر نکشیدن، بتونن چیکار کنن؟ بله یه مفری پیدا کنن. خب بشنویم سوال یکی از بینندگان رو. الو حاج آقا، ما پاسدارای دم در بیت عظما هستیم. الان مثل گوجه فرنگی شدیم که تریلی از رومون رد شده باشه. قیفمون شده عین هورو، پاک قات زدیم. خودمونو جر دادیم واسه آقا جلیلی با اون پیشونی داغ خورده استدا شدهش. بعد یهو دیدیم شیخ فریدون با ریش بنفش اومد و پرید تو بغل عظما و اینا و اونا و اینا. تو تلویزیون هم که همش هر و کرکر میخندید و دندوناشو مینداخت بیرون و سن و سالشو رخکش میکرد. سوال ما اینه که خوبه انقدر میششو وا میکنه؟ نکنه داره به ما سیخ میزنه؟ خب ممنون و متشکریم. ممکنه برای بعضی افراد دیگه هم همچین مسئله اتفاق افتاده باشد یا اتفاق بیفتد. اولا نگاه کنید در این گونه مسائل فرقی بین شمای پاسدار یا فلان بسیجی یا بهمان گیج و گودوله نظام ولایت نیست و ممکنه وضعیت پتال آقا سیدعلی را نفهمید. ای که مهم نیست، مهم اینه که عظما از ترسش زودی سر و ته این داستان هم آورد. خب حالا بریم سر چی؟ بله سر نیش واز او عاشق فریدون. بله خب ببینید، عبوس بودن، ترش روی بودن، اخمو بودن پسندیده نیست. تبسم داشتن، حتی مزاح تا حدودی، بله توصیه شده است، خوبه، مخصوصا اگه واسه حفظ نظام باشه و بعضیارم رنگ بکنه. بله تازه شما کجاش دیدید؟ ای عاشق فریدون جوون که بود و پا به حوزه گذاشت، بله از اتاق فرمان دارن نمیدونم لبشون گاز میگیرن، تو سرشون میزنن با دست، او یکی چیه دهنشو گرفته. بله وقتمون به پایان رسید، شما را به خدای بزرگ بسپاریم و التماس چی داریم؟ نه خیر، دلار الان کمی آمده پایین، فعلا با طلا معامله میکنیم. بله